مادر شما چه خوانده ایستادید؟ من مکتب کهنه صدرالدین عینی را خوانده ایستادم. چقدر مکتبی کهنه؟ آیا مکتب به تعمیر مانده است؟ نه پسر جانم. مکتب کهنه این اثر عینی درباره مکتبی که خودش یک عصر پیش در آن خوانده بود نقل می‌کند. مکتب آنها هم مثل مکتب ما بود؟ نه پسر جانم. مکتب آنها شکل و اصول دیگر داشت. کلانتر که شدی خودت می‌توانی آن را خواند. حالا باشد یا با هم یگان حکایه را از کتاب‌های خودت می‌خوانی. برای هوسمند شدن کودک به خواندن، مشاهده کتابخوانی پدر و مادر شوقی او را هم به خواندن می‌افزاید. خوب میشد اگر خودتان هم پیوسته کتاب می‌خواندید، چون کودک خصوصیت تقلیدکاری دارد. این گونه مشاهده کاری کودک در او عادتی منتظم و مستقلانه خواندن را به وجود می‌آورد.